عرضم به حضورتون که خیلی وقتا آدم‌ها یه کارایی میکنن پر ریسک و پر خطر، ولی بعدش نونشو میخورن. یکی جونشو به خطر میندازه ولی مشهور میشه. دیدین یکی بدون چتر از هواپیما میپره پایین یا میره زیر آب 5 دقیقه؟ ممکنه دیگه بالا نیاد، ولی اگه اومد میره تو کتاب رکورد گینیس. یا میره خودشو میبنده رو ریل قطار، همینقدر که قطار میخواد بیاد لهش کنه در میره. ممکنه له بشه ولی اگه نشه تو محلشون معروف میشه. منم میخوام تو آخرین برنامه چارا استراتژی سال 90 خطر کنم و دل به دریا بزنم. ممکنه که غرق بشم، ممکنه که له بشم، ولی اگه نشم یه چیزی دیگه میشم. خدایا کمکم کن. چی شد آقای دکتر؟ روشنه یا همچین بزنمت که غرق بشی؟ آقای دکتر چی شد؟ من دل زدم به دریا، شما غرق شدین. نه خیر، هیچی نیست. داشتم نگاه میکردم ببینم اون پایین تسبیحم افتاده بود، ببینم چی بود افتاده بود. تسبیحم بود یا قلمم بود یا انگشترم پرید. آخه خوش معرفت دار، مگه چه کار کردم که روشنم میکنی؟ برنامه که هنوز شروع نشده. نکردی شروع نکرده برنامه رو برمیگردی میزنی من نوکرتم. اگه بخوای تا آخر برنامه اینطوری بکنی دیگه چیزی از این هیکل نمیمونه که. اگه مرحوم عوضی اینجا بود نمیذاش دستت رو من بلند بشه. میخوای منو خارو خفیف کنی؟ مثل مقام همه ابهتم مثل چیری، مثل مقام عظما. بله. بشکنه اون دستی که روی دکتر برنامه بلند بشه. الهی بمیرم و دکتر بزن بادر رو اینطوری نبینم. فدات شم، قربونت بشم. بیا بزن. آره همچین میذارم که دیگه بلندش اینا که روشنه. یا هنوزم فکر میکنی که اگه زورت به خر نرسه به کره خر میرسه؟ الهی تو بمیری من بمونم سر قبرت بیام فاتحه بخونم. کم کن ببینم چی شد. احساس کردم این شعرش کمی پیچدار بود. چی آقای غیر دکتر؟ قابل هضم عرض کردم الهی من بمیرم تو بمونی سر قبرم بیای فاتحه بخونم. الهی آمین. ناکس تو این درس رو خوب از مقام عظما یاد گرفتی که نباید تسلیم زور شد مگه زورش پرزور باشه. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفهمودن که روباهی تو جنگل عربده میکشید برای خودش که بیا و ببین که آی پلنگ تیکه پاره میکنیم، ببر میکشیم، شیر میخوریم. تو همین وضعیت بود که یه شیر مرسی هیکل اومد جلوش وایساد. بعد ادامه داد گفتش که البته بعضی وقتا هم شکر اضافی میخوریم. روشن کنین که منظورتون از روبا این وسط کی بود؟ با من بودی یا با مقام عظما؟ بشین ناکس، وارد جزئیات نمیشم که همینجوری تو خماری بمونی. تو میخوای من بگم منظور مقام عظماست تا دعوا کنی برنامه رو تموم کنی هنوز اتاق من باز نشده. اگرم بگم منظورم تو بودی که قهر میکنی و همینجا وا میری برنامه خود به خود تموم میشه. دیگه نمیخواد کشش بدی. برو سر مسائل استراتژیکی که یقه همه رو گرفته داره خفه میکنه تا با هر کدوم از این انگشتام که از هر بندش یه راه حل استراتژیکی همینجوری میریزه رو زمین برای مسائل یکی یکی حل کنم. بله آیه دکتر بزن بادر. مقام عظما به شدت درگیر فضای مجازی شدن. به نظر میرسه که در فضای واقعی دیگه کاری پیش نمیره. آیه دکتر بزن بادر. فضای مجازی خیلی رادستره، همچین راحته. میدونی حکایت همون یارو هست که رفت پیش دکتر گفت آی دکتر این گردن بنده رو که گچ گرفته بودین کج جوش خورده همینجوری مونده. بعد دکتر عکسش رو نگاه کرد گفت راست میگی تو عکس هم قشنگ پیداست که کجه، ولی نگران نباش با فتوشاپ درستش میکنم. یعنی آیه دکتر ما میتونیم این مشکلات استراتژیکی رو که طی چند سال گردن نظام و مقام عظما رو گرفته و کج کرده بالاخره به شکل مجازی یه جوری حل کنیم؟ آره دیگه به شکل مجازی موزل لاینحل مرجعیت مقام عظما رو میشه حل کرد. برای عالیه ایشون فتاوی خودشون رو بدن تو فضای واقعی فحشا رو بخورن، اما تو فضای مجازی چند میلیارد مقلد براشون جور میکنه. آیا تو فضای مجازی دیگه مشکل تحریم و اتمی و قطعنامه و منطقه و عراق و سوریه و اینا رو نداریم. آیه دکتر یه سوال شخصی بکنم، شما عمه داری؟ بله چطور مگه؟ چی میخواستم قربونه عمه محترمت بری با این راه حلایی که میدی. آخه شورای عالی فضای مجازی رو درست کردیم یه سری دیگر رو گول بزنیم، تو مشنگی وسط گول خوردی. میخوای مشکلات نظام مجازی حل کنی؟ مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفهمودن که یارو باباش مریض بود بردش پیش دکتر معاینه کرد گفت بابات مریض نیست، فکر میکنه مریضه، ورش تا ببرش. چند روز بعد دکتر اومد چک بکنه ببینه اوضاع چجوریه. زنگ زد گفت حال بابات چطوره؟ یارو گفت خیلی خوبه ولی فکر میکنه مرده.
روشن شد یا همچین بزنم که تو همین وسط فتوشاپی بخوای درست بشی؟ نه خیر نه خیر نمیخوام تو فضای مجازی روشن بشه، چون که تو فضای حقیقی چهارشنبه سوری به اندازه کافی روشن شده ای دکتر. یه بسیجی دل و دماغ سوخته نوشته چرا این همه به خودمون زحمت بدیم و آخرش هیچی دست مقام عظما نگیره. خب بیایم سه شنبه سوری یا پنج شنبه سوری راه بندازیم اینطوری جلو چهارشنبه سوری در بیام. این اگه بسیجی دکتر بگو اینقدر مخش فشار نیاره تاب برمیداره ها با این همه فشاری که روش آورده. آخه مشنگ عکس مقام عظما رو که آتیش میذارن از روش میپرن چه فرقی میکنه که چه روزی باشه؟ مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهموندن که یارو گردن کلفته رفت تو قهوه خونه گفت آی عباس کیه میخوام فکشو پیاده کنم بیارم رو زمین. شوته برش رفت جلو گفت فرض کن من باشم چه غلطی میخوای بکنی؟ گردن کلفته شوته رو گرفت زیر کتک داشت میترکوندش که جماعت قهوه خونه بلند شدن رفتن جلوشو بگیرن. شوته که همینجوری ولو شده بود رو زمین گفتش ولش کنی بزنه گولش زدم من که عباس نیستم. روشن شد یا همچی بذارم که بتونه که بیاد جمعت کنن عروض زمین. خدایا به من صبر بیشتر بده که دکتر رو تحمل کنم، اما قدرت نده میزنم لهش میکنم. چی شد نفهمیدم؟ گفتی دکتر داره مقام عظما رو له کرده؟ نه خیر دکتر من هیچی نگفتم. حال و حوصله حل مشکلات نظام و سوریه و عراق و غیر ذالک نداری. بگو برنامه رو تموم کنیم. چرا اون له شده خدایی رو دوباره له میکنی؟ این دفعه من هیچی نگفته تو لهش کردی مقام عظما رو. خجالت هم خوب شدیه. چی من خجالت بکشم یا تو؟ من خجالت بکشم همه کارهای خجالت